خب روحیه مقیمجان در روز عید خنده چگونه است؟ باور کنید من گفته نمیتونم. ما ایساری بر وقت امروز آمادگی گرفته شدیم تا اینکه مردمی که به اینجا قدم رنج نموده میآیند البته خوش و خرسندانه یک عیدی خنده را خاطرمان گذرانده باشند. برنامه امروزتان از دیگر برنامه‌های برنامه قبلی شما چی فرق دارد؟ هم تو خوب هنرمندان نو هستند، هنرمندای جوان هستند. البته شماره صحنه جمع لطیفه ها اینها بسیارتر شد و برنامه موسیقی زیاد و یک حافظه گلستان پولاد و حافظه صاحب جمال استرادی ولایتی سوق مهمانی ما میشود. چون این یک نوگانی ما است. میگویند مقیم جان با گلاسل دویت میسراید. البته اگر گلاسل راضی شود. آماده نیستید اولو؟ نیمه خونده میگیرم، آماده شوید در کار نیست. نفس توزه. خندین کمان با حیات پیشینه مشهور و نامدار بود. حیات نو چگونه است؟ روسی میگم پژیوام می‌ویدیم. یک بار کار کنیم. خدا اگر خواهد آن روز دور نیست که من باوری دارم همون شهرتی که خندین کمان داشت با صاحبی میکنم. همکاران سابقتان را رقیب می‌سازید و با آنها رقابت کرده میتوانید؟ باور کنید اگر در ساحه حج امروزه رقابت ناگی رو من حس نمی‌کنم. رقیب هم نداریم. بسیار طرفداری آنم که رقابت ناکی بسیار حلال و پاکیزه باشد ما راضی. یک لطیفه نمکین از مقیم جان برای تماشا بینیم. یک ژورنالیست خواست از گزارشی آماده کند از بیمارخانه کسلی‌های روحی. دیدید همین جا قحط همونجا رفتگی. گفته است دوستان عزیز ما همصحبتی با سردکتری بیمارخانه کسلی‌های روحی سید جعفر نعمتов استاد چی باعث می شود که شما همون بیمارا رو صحت شدید گفته جواب میدهید چی باعث میشه؟ گفته است دکترم من با های 10 نفره میدارم کابینتم با پیش وانه با میگذارم وانه آب پر میکنیم دستشون با قاشق میتونید یختگی چونچه وانه خالی کنید تا میگویم بعد ژورنالیست با پیش میدوند که گویا گفته است فهمیدم یعنی که سطل کتی گرفته خالی کنه صحت بعد است ژورنالیست دستش قبیلسو شما پالات هشتم بمیرید اونجا پروبکا هست اون پروبکا گراد آب میراد الان خیلی بهترین نقش زن رو در خندین کمان نو کی می‌بازد؟ خودم بسیار زنی پامی پور خوش میشه از خودش میبرید؟ بله الان تا همین وقت نقش زن بازی میکردن که من یاد میدادم من یعنی که نشون میدادم بازی کرده انا امروز تماشا میکنم چه خیلی زنی خوشرویی خیلی زیبا نباشیم هم کمتر حرکت میکنیم بهترین مقیم جان شیرینی خوری را دوست می‌دارد آیا می‌دانید که این شما را فربه می‌کند؟ بله می‌دانم برای همین می‌خورم با دیت ششتن نمی‌خورید؟ خواب کردن می‌خوام با دیت ششتن چی لازم دیت باشد که خواب کنیم خیزی که خراب باشه نه چرا فرزندانتان مثل شما شوخ طبیعت نیستند؟ مادرشون برفتگی مادرشون بسیار جدی یگان تاش با شما نرفته است مادرشون یگان تاش گفته نه یگان تاش با شما نرفته است اصلا خوردیش ممکن است تمنیت شما بحری مخلصون خنده کنید شرم نکنید از خنده کرده حیات خودتون بازم دراز کنید عمرتون صحت باشید سلامت باشید همین خنده کرده زندگی کنید که دخترو در همون جای کارشون بیکار مونن